جیمی با نام مستر بیست فعال در تولید محتوای جذاب و سرگرم کننده هستش و بیشترین فالوور رو داره در یوتیوب. مدرسه رو تمام میکنه میره دانشگاه. بعد از 2 هفته بیخیال دانشگاه رفتن میشه، تصمیم میگیره که بیاد روی یوتیوبر شدن و تولید محتوا تمرکز کنه. مادرش و خانواده‌اش خیلی مخالف بودن، اما جیمی واکنش اونا رو نادیده میگیره، حتی خانوادگیش رو ترک میکنه و میره یه جای دیگه مستقل زندگی کنه تا بتونه روی انجام اون کارهایی که دوست داره تمرکز کنه. از یک کامپیوتر کهنه و میکروفون معمولی استفاده میکنه و اولا میاد در مورد بازی‌های ویدیویی تولید محتوا میکنه. چند سال همینجوری ادامه میده، فالوور زیادی هم نداشته، تا بعد میاد یه ویدیوهای جذابی درست میکنه. مثلا جلوی دوربین یک سره از 1 تا 100,000 میشماره یا از 1 تا 200,000. درآمدی رو که از تولید محتوا به دست می آورده میبخشیده به فقیران و این باعث میشه که دوستداران و طرفداران بیشتری پیدا کنه. جیمی یا همون مستر بیست کماکان به تولید محتوای سرگرم کننده و جذاب ادامه میده. بیشتر از 270 میلیون فالوور در یوتیوب داره و ویدیوهاش بیشتر از برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، فیلم‌های سینمایی، افراد اینفلوئنسر بیشتر دیده میشه. تا ویدیو بعد.